شام بخیر بیننده‌های عزیز تلویزیون خطلون، پیشنهاد شماست برنامه شباهنگ و این شام با درخواست زیادی از شما ما به برنامه دعوت نمودیم. چهره بسیار هم شناخته هنرمند مردمی تاجیکستان استاد امردین کبیری، شما را به برنامه خیر مقدم میگیم و بسیار هم شادیم که دعوت ما را قبول کردید و به برنامه ما اشتراک نمودید. من اولا میخواستم از راهبریت تلویزیون خطلان و از شما بسیار مینداری کنم که چون این برنامه ها را در تلویزیون خطلان امروز تشکیل شده است و چهره های شناخته که گمان میکنم در ولایت اونها کم نیستند، به همین کار دست زدید و پیشنهاد میکردم که فقط نمو هنرمندایی که بسیار بالایاقتند و سالهای زیاد در همین ساحه فعالیت دارند معرفیگری همونا برای مردم باشید و به همه آن مخلصان و به همه آن بینندگانی که ما را حاضر تماشا کرده ایستادم سلام و پیام گرمی و شان خود را رساندنیم. تشکر زیاد استاد گرامی. من میخواستم که در اول برنامه از شما پرسیده باشیم که سری محبوبیت پیدا کردن شما در چی بود؟ البته هر یک هنرمند، این آرزوی هر یک هنرمند است که وی محبوبی دلها باشد. برای همین باید او شخصی که همین کسب همین راه پیش میگیرد و آرزو میکند که همین محبوب باشد، حتما باید استادی باید داشته باشد. از نصیحت های استاد، از برنامه هایی که استاد مثلا تعیین میکند باید از این برخوردار باشد و دائما کوشش کند که سرود و ترانه هایی که ایجاد میکند بلند مضمون باشند. تشکر بینندگان عزیز و ارجمند. طوری که خود شما شاهد بودید از سخنرانی استاد در نهایت که استاد از آوان خورده شوق و رغبت نهایت زیاد داشتند به این جاده و از همان آوان خورده فرهنگ را دوست می داشتند، وطن را دوست می داشتند، بشبه دوستدار شهر بودند و همین دوستداری بود که امروز استاد امردین کبیری را همچون یک نفر شناخته، همچون یک چهره محبوب ما و شما میشناسیم و احترامش میکنیم. اکنون من بسیار میخواستم با درخواست بسیاری از مخلصان برنامه، با درخواست بسیاری هم هواداران سرودهای شما که سوال دادن پیرامون همون سرود وطن گفتم که بسیار دوست داشتنی است و قریب که همگان این سرود را میدونند. سخن میگوییم، حرف بزنیم و شما در این باره از تاریخچه این سرود قصه کنید. همین در دوره شوروی مثلا همین سرودهای زیادی بودن که یک مساحت تاجیکستان رو من در نظر ندارم. مثلا یک سرود ایسنم بود و تمام همین اتحاد شوروی رو پخش کرده گرفتگی بود. در مگدن هم مثلا در رستوران می در آمدی همون سرودی همون ایسنم به همون لحن تاجیکی می خوندن. این خیلی سرودها خیلی هم متاسفانه در تاجیکستان کمند. همون ایجادکارای همون اصلی لازم است که امروز اینقدر امکانیتی که مثلا برای هنرمندا و اینقدر واسطه هایی که امروز پیدا شده است. من در کمیته رادیو تا در همون دوره شوروی مثلا یک سرود روز تا بگاه فقط یک سرود ثبت میکردیم. انسامبل همه میشیشت مینواختن، یک آواز ناجور پیدا میشه، یک چیزی کمکی که خطا میشد از سر نو میگشت. بهترین استاد. اکنون شاید بیننده‌های عزیزی ما هنوز انتظارن که شما به برنامه ما با اسباب آمدید. شاید انتظارن که همین سرود را، سرود وطن گفتم را با اسباب بخوانید. به چشم.
نه سر گفتم نه پا گفتم، نه جان گفتم نه تن گفتم، وطن گفتم وطن گفتم، وطن گفتم وطن گفتم. میگویند که استاد امیرالدین کبیری بعد از غربت برگشتن باز بیشتر محبوب همگان شده است. میخواستم در این باره بگویید. تا غربت 30 سال جوانتر بودیم و من احسن میگم با او شاعری که مثلا انا من 18 ساله که در غربت بودیم تمام سرگذشتم را توانم گفت با یک حرف، تمام سرگذشتم را توانم گفت با یک حرف، ز آغوش وطن رفتم جوان و پیر می آیم. یک پسرک جوانی بودیم که این مصیبت به سر این میلاد آمد و هزارها مردم از خانه و کاشانه‌شون بیرون شدند و تا سرشوی همین واقعه ها من همونقدر فرصت شد که یا 10 یا 12 سرود در فوند طلایی رادیوی تاجیکستان ثبت کردگی بودم. تشکر. از لحظه های خاطرمان‌ترین خود قصه کنید اگر امکان باشد. لحظه های خاطرمان به حد زیادن و از همه عزیزش برای من به گمان میکنم که انمی یکون و آخریه که ما با پیشوای ملت جناب عالی محترم مولا رحمان در قرقیزستان داشتیم. هیچ وقت مثلا همون صحبت اولین و مدت 4 ساعت اونا همراه پرزیدنت قرقیزستان باقیوف من برای اونا سرودخوانی کردم. وقتی که اونجا یک همراه من یک انسامبل قرقیزا، یک انسامبل عالمی قرقیزا بود، بعد میخواستم طریق فنگرام یک سرود تاجیکستان بخوانم. جناب عالی گفت که امیرالدین گفت همونا رو خاموش کن، همش همون تار تا گفت همین تار داد است، همون تار تا بگی پیش ما بیا. گفت عیناً انا همین فضا های من در بیرون اونا یشتگی. بعد در خرید آمدم همون سرود گفت فقط هم تار خطی بخوان. بعد وقتی هم سرود تاجیکستان رو تار خطی خواندم همه همین رسمیت همین ملتی همین قرقیز یورت های همه همین امارات های مثل چی دولتی هن در جا که هم می سازن حتما درون او یورت های بسیار با آواز صدا میتی اونجا آواز بلند. بعد بسیار گوش کرد، بسیار خوشش آمد جناب او گفت که سرود بخارا رو بخوان. طریق تلویزیون همین من گفتم که چندین مراتبه می آمدم ثبت ها می شد اینجا می رفتم چیزا را می موندن تلویزیون تاجیکستان علاوه خصوص شبکه اول شبکه سفینه همه چیزا را بسیار به مردم پیشکش میکرد و سرود بخارا را جناب عالی شنیدگی بود. بعدم سرود خواندم بسیار خوشش آمد که باقیوف پرزیدنت قرقیزستان در پهلوی شتگی با هر یک مصرع اونا میگفت که انا همین مضمون دارد، این چیزی تاریخ همین تاجیکستان است، مضمون همین سرود همه تاریخ همین تاجیکستان است. در سامانه‌های اجتماعی برنامه ما گروه دارند چطوری که بینندگان ما شاهد هستند. یک مخلص شما با عنوان برنامه ما نوشته است که استاد بیشتر سرودهای خود را از کدام شاعر انتخاب میکند؟ قریب از همه همین شاعرای معاصر قریب از همه اونا میخوانم و بسیارتر نمیدونم اکنون رستم وهاب در قرقیزستان همراه من بود یا ما با اجدادی وی آموخته شدیم یا گمان میکنم که خوبتر میگوید خوبتر مینویسد. همون اجدادی رستم وهاب
بسیار معقول است و دائما من در تماسم و هر یک متنی که به فکرم امروز رستم نوشته میکنه اولا میخوندگیش منم. تشکر زیاد استاد. اینجا باز یک چند نفر دیگر نوشته است که خوب میشد استاد از حیات عائلوی خود به ما قصه کنند. شکرانه خداوند عائله دارم، 5 تا فرزند امروز در قید حیات است. 2 تا دخترم با عائله دارن، با زندگی مستقل دارن، شکر خداوند کمبودی ندارن در زندگی امروز. و فرزندانم 3 نفر فرزندم در گرد اطرافم هستند که یکی آنها زاهی جان نو خدمتی مادر وطن ادا کرده است، خدمت برگشت ماهی مای. دیگریش شاهی جانم در دانشگاه ناصر خسرو امسال کورس 4 در شعبه انفرماتیک خوانده ایستاده است. بسیار حیات خوب، روزگار خوب داریم، یک دیگر فهمی است در خاندان ما. انتظار مهمانایم داریم. طوری که ما شاهد هستیم، شما شعر استاد آذر شعر بسیار هم شناخته ولایت که مادر فرشته بود نام دارد، عنوان دارد. شما بسیار هم تاجیکانه سروده، بسیار هم قابل قبول سروده که امروز مثلا بسیار هم هواداران خود را پیدا کرده است. من میخواستم چند مصرع از این شعر سراییده باشید. خوشبختانه یک روز یک نفری در جمهوری ما واخوردیم، یک دوستی بسیار نزدیک است. من گفتم من یگان مواد خوبی نمی‌یابم که همین یک دایر همین مادر یک مواد خوب برای من لازم. بعد کجا را نگاه میکنی؟ همون در گرد و اطراف خودتون شاعر آذر گفتنی هست، اونم یک سرود مادر داره، همون مادر همون بگی آهنگ ببند. بعد ما آذر قدی واخوردیم. من تا این یک غزل از آذر میخوندم و همین وقتی که از دست آذر بعد همین سرود من گرفتم، مادر فرشته بود فقط بال و پر نداشت، شاید کی داشت بال و پر اما خبر نداشت. با همین مصرع‌ها سر میشد و این چیزا ما در روز مادرها اینجا یک 12 دختر در گرد اطراف همین سرود، اونا همون بجای گویا فرشته هن، اونا چیزی که مادر فرشته هست، همون فرشته ها در بین همون فرشته ها مادر ما در صحنه نشان دادیم و در صحنه همین چیز بسیار مقبول بینندگان گردید. این سرود مردم بسیار خوش قبول کردن این چیزا و در سطح عالی همین چیز سراییده شد، مردم قبول کردن این چیزا. تشکر زیاد استاد. اکنون بینندگان عزیز ارجمند این سرود رو ما عین زمان منظور شما میگردونیم و بعدا برمیگردیم به ادامه برنامه. مادر فرشته بود فقط بال و پر نداشت، شاید که داشت بال و پر اما خبر نداشت. یاد داشت آگهی زی پر و بال خویش، لیک میل جدا شده از من و از پدر نداشت. مادر فرشته بود، مادر فرشته بود
عشق یار سینه هوایی دیگر نداشت. مادر فریشته بود، مادر فریشته بود، مادر فریشته بود. ما ادامه میدیم برنامه خود را. خسته نباشید بینندگان عزیز. اکنون من از استاد یک سوال دیگر میخواستم بپرسم که برای هنرمند اصیل، برای آوازخوان اصیل شدن چی باید کرد؟ کی را یعنی ما میتوانیم که هنرمند اصیل بگوییم؟ هنرمندی این کاری سهل نیست، این کاری آسان نیست. این به حد مهنت زیاد طلب میکند. برای پیدا کردن مثلا یک سرودی که اون باید به مردم برسانی، ماهای زیاد در کار است که در قالب آهنگ و جا بگیرد و همون متن خوب باشد و اون به مردم رساندن. این خیلی کاری زحمت طلب است. اکنون تمنیات شما استاد گرامی در انجام برنامه. شکر خداوند که امروز در تاجیکستان عزیز ما، در تاجیکستان بهشت آسای ما وحدت است و استقلالیت است. ما مردمی هستیم امروز تنج و آسوده ایم. صد بارها شکر خداوند ما میکنیم، شکرانه از سرور دولت میکنیم که چنین فضا را امروز در تاجیکستان مهیا کرده برای این ملت، برای این ملتی که بسیار عذاب‌های روحی و بسیار مشکل ها، زندگی خیلی بد از سر گذران. خداوند امروز میسر کرده است ما را به همین خیل حیاتی آسایشته در خاندان هر یک فرد تاجیک دائما همین نور باشد، صفا باشد، دسترخوانی پر از ناز و نعمت باشد. تشکر. بینندگان عزیز و ارجمند، با همین سخنهای نیک استاد اینجا میرسیم به انجام برنامه. امیدواریم که در برنامه‌های بعدی ما را همراه خواهید شد. تا هفته دیگر خیر.